مامان تو یه لحظه ببین چیکار میکنی؟ زیپم پیچ خورده. پارچت کشیه؟ بله. کی با پیچ گوشتی بازش میکنه؟ بیا تا بهت بگم باید چیکار کنی. برو تا بریم. وقتی که پارچمون کشیه و ما مجبوریم به پارچمون به لباسمون زیپ بدوزیم، جایی که قراره بهش زیپ بدوزیم معمولا زیر پایه چرخ کشیده میشه و این حالت دفرمه رو پیدا میکنه و از حالت ایستایی قشنگی که باید داشته باشه خارج میشه. و اینکه این مشکل رو حل بکنیم باید بریم این کار انجام بدیم. ببینید جایی که قراره زیپ دوخته بشه و من خط اتو انداختم، میام از نوار لقیگی که معمولا اینا به صورت آماده توی بازار هست، پشت محل تایم روی لباس با اتو میچسبم. جایی که قرار زیپ دوخته بشه من رو همون پارچه این کار انجام میدم که شما تفاوت کار رو ببینید. خب نوار لقیگی رو که به کارم چسبوندم، حالا میرم زیپمو بدوزم تا شما تفاوت دو طرف کار رو با هم دیگه بفهم. برای دوخت زیپم ابتدا پایه دو طرفه رو روی چرخ سوار میکنم. دوخت زیپ مخفی با پایه دو طرفه خیلی تمیزتر و راحتتر و در عین حال سریعتر هست. شروع به دوخت میکنم. وقتی دارم زیپم رو میدوزم سعی میکنم پارچه زیر کار کشیده نشه و با دستام زیپ رو کنترل میکنم. ببینین لایی که زدم و دوخت زیپم رو انجام دادم، ببینین کار چقدر تمیز و خوب در اومد بدون که کشیدگی یا پیچی توی کارم باشه.